سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من میلاد سور هستم، مدیر آگرینو. یکی از نکات مهمی که توی طراحی سایت برای هر سایتی واجبه بحث فونت و تایپوگرافیشه. یعنی شما اگه بتونید فونت‌های سایتتون رو بهینه تنظیم کنید، هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ طراحی سایت شما خیلی بهبود پیدا میکنه. توی قالب آوادا ما دسترسی داریم که فونت‌هامون رو به اندازه و شکلی که می‌خوایم تنظیم کنیم و بهینه‌اش کنیم. وارد آوادا تنظیمات میشیم. اینجا تایپوگرافی رو پیدا میکنیم. خب اینجا توی بحث تایپوگرافی ما چند تا آپشن داریم که آوادا به ما اجازه میده استفاده کنیم و فونتامون رو تنظیم کنیم. ببینید من قبلا یه برگه نمونه ساختم. چند تا المان متنی خیلی مهم توی سایت هست، از هدینگا گرفته تا متن و دکمه و منوها. خب ما همه اینا رو دسترسی داریم که اینجا توی تایپوگرافی بدنه سایت عنوان‌ها و فونت‌های سفارشی تنظیم کنیم. خب میایم فعلا توی بدنه سایت. اینجا گفته که این تنظیمات تایپوگرافی و فونت تمام بدنه سایت شما رو کنترل میکنه. ببین از منوها گرفته تا فوتر تا متن، خب اینا همشون تگ پاراگراف میگیرن. یعنی من بخوام فنی صحبت کنم تگ پاراگراف میگیرن و شما میتونید اینجا فونت بدنه سایتتون رو عوض کنید. خب وارد اینجا نوع فونت که میشیم، نوع فونتی که اینجا هست فونت های استاندارد انگلیسی ما بیشتر داریم. یعنی ما فونت فارسی رو اینجا نمیبینیم که بخوایم ازش استفاده کنیم. من حداقل ندیدم تو این چند تا فونتی که اینجا هست فونت فارسی من به جوری ندیدم که بهینه باشه. پس ما مجبوریم که قبل اینکه تنظیمات اینجا رو انجام بدیم از یه سری فونت های سفارشی تو سایتمون استفاده کنیم. فونت های سفارشی چی هستن؟ یعنی فونت هایی که ما یه جای دیگه دانلودش کردیم و اینجا توی سایت آپلود میکنیم و بهش میگیم که از این فونت ها به صورت سفارشی استفاده کنه. من قبلا فونت ایران سنس رو دانلود کردم و این فونت ها رو شما یا میتونید به صورت رایگان دانلودش کنید، یک سری فونت ها رو هم باید بخرید. خب ما کاری به این قسمتش نداریم، به فرض اینکه شما فونت مخصوصی که میخواید رو پیدا کردید و صرفا میخواید توی سایت کار کنید و استفاده کنید. گفتیم که وارد تایپوگرافی فونت سفارشی میشیم. اینجا یه اسمی برای فونتمون انتخاب میکنیم. من اسمش رو میذارم ایران سنس. خب اینجا داره چند تا فرمت به ما نشون میده. ما با 5 تا فرمت میتونیم فونت هامون رو آپلود کنیم. اینجا سایتی هست caniuse.com. اینجا شما میتونید فرمتی که میخواید رو بنویسید و اینجا قابلیت استفاده توی مرورگرهای مختلف رو به شما میده برای این فرمت فونت. برای فونت WOFF اینجا نشون داده که کروم 4 اینو ساپورت نمیکنه و از 5 به بعد تمام نسخه هاش داره اینو ساپورت میکنه و نشون میده. خب برای اج و سافاری و فایرفاکس و اپرا اینترنت اکسپلورر هم به همین شکل و اینا هم براوزرهای موبایل هستن که شما میتونید بررسی کنید. تقریبا ما میتونیم ببینیم که فونت WOFF تقریبا با تمام براوزرهایی که الان داره استفاده میشه و معموله سازگاری داره. مثال میزنم، شما الان کروم 4 رو که ببینید اینجا یوزیج گلوبالش رو زده 0% تقریبا. خب یعنی آدمای خیلی کمی پیدا میشن که از این نسخه قدیمی از کروم دارن استفاده میکنن. یا اینجا مثلا میتونیم ببینیم سافاری یا فایرفاکس تقریبا اینا درست ساپورت نمیشه اما درصد خیلی خیلی کمی از مردم دارن از اینا استفاده میکنن. مثلا همین اینترنت اکسپلورر 6 تا 8 0.02% توی دنیا داره ازش استفاده میشه. خب پس ما مشکلی برای استفاده از فونت WOFF2 نداریم. WOFF نداریم. وقتی که 2 شو بزنیم اینجا یه مقدار داستان فرق میکنه. میبینید که توی اینترنت اکسپلورر توی حتی ورژن 11 هم این فونت WOFF ساپورت نمیشه، WOFF2. خب یا توی اپرا مینی اصلا کلا ساپورت نمیشه. اما توی بقیه مرورگرها کلا سازگاری خوبی داره. من یه پیشنهادی همیشه دارم برای دانشجوها یا خودم اگه سایتی که طراحی میکنم، فونت ها رو به صورت WOFF2 و WOFF دوتاشو من اینجا آپلود میکنم که حداقل مشکل پیش بیاد. خب شاید بگید که فونت TTF چرا استفاده نمیکنین؟ ببین TTF هم سازگاری خیلی خوبی داره. یعنی کلا با نسخه های کروم و اج و سافاری مشکلی نداره، ساپورت میشه و فایرفاکس هم تنها با 2 و 3 مشکل داره. اما فونت TTF یه مقدار فونت سنگینیه و لود شدنش یه مقدار طول میکشه و
این باعث میشه که سرعت سایت ما یه مقدار بیاد پایین در صورتی که از TTF استفاده کنیم. پس پیشنهاد من اینه که از WOFF و WOFF2 استفاده کنیم. برمیگردیم اینجا، این دکمه آپلود رو میزنیم. اینجا من قبلا فونت ها رو گذاشتم، ایران سنس رگولار WOF2. اینو میاریم اینجا. قاعدتا باید یه اروری به ما بده اینجا. خب وقتی ما میخوایم این فونت رو آپلودش کنیم میگه که با عرض پوزش شما مجاز به بارگذاری این نوع پرونده نیستید. خود وردپرس به دلیل امنیتی بودنش، به دلیل رعایت سری از نکات امنیتی، به ما اجازه نمیده که یه سری فرمت های فایل رو ما آپلودش کنیم. چاره کار چیه؟ ما باید با استفاده از یک افزونه یا کد یه سری آپلود رو برای وردپرسمون مجاز کنیم. یعنی بگیم که این دوتا فرمت رو برای ما مجاز کن، اینا مشکلی نداره که ما اینا رو آپلودش کنیم. من روش افزونش رو میگم که راحت تره برای استفاده، وگرنه اگه سرچ کنید آپلود غیر مجاز توی وردپرس، یه تیکه کد، خط کدش رو میتونید به فایل WP کانفیگتون توی سی پنل یا دایرکت ادمینتون اینا اضافهش کنید و فایل هایی با فرمت های مختلف رو توی سایتتون آپلود کنید. یه مشکلی که اضافه کردن این تیکه کد داره اینه که کل پسوند هایی که هست اینا مجاز میشه برای آپلودش، احتمال ویروسی شدن سایت شما یه مقدار بالاتر میره. اما اینجا دیگه فقط ما میگیم این دوتا فرمت رو برای ما آزاد کنه. خب میریم توی قسمت افزونه ها، افزودن افزونه تازه رو میزنیم. اینجا یه افزونه ای هست به اسم WP Extra فایل. اینو سرچ میکنیم، اینجاست، اینو نصبش میکنیم W Extra File Types، فعالش میکنیم. خب میریم توی قسمت تنظیماتش میاد اینجا زیر زبانه تنظیمات Extra File Types. اینجا میتونیم سرچش کنیم، کنترل F رو میگیریم، میزنیم WOFF که پیدا بشه. اینجا تیک اینو میزنیم، WFF2 هم اینجاست، میایم پایین و ذخیرش میکنیم. خب قاعدتا الان باید مشکل فونت آپلود کردن ما حل شده باشه. دوباره برمیگردیم توی آواد و تنظیمات، تایپوگرافی. اینجا دوباره اسم فونت رو میزنیم، ایران سنس. اینجا فایل ما بدون مشکل آپلود میشه. گزینش رو میزنیم، WFF هم اینجا مثل همون آپلود میکنیم. خب این از این ذخیرش میکنیم. میتونیم دوتا فونت بذاریم، هیچ اشکالی نداره. یه دونه فونت، دوتا فونت یا سه تا رو میتونیم کار کنیم. اینجا من ورژن بولدش هم کار کردم، یعنی ورژن بولدش هم دانلود کردم. اسمش رو میذاریم ایران سنس بولد. خب اینم از فونت های ما. الان ما دوتا فونت داریم اینجا. ذخیره تغییرات رو که میزنیم، اینجا که بیام تایپوگرافی بدن سایت بخوایم انتخابش کنیم، اینجا پیداش نمی کنیم. باز یه بار کنترل F5 رو بگیرید که رفرش بشه پیجتون. رفرش که شد، فونت ها اینجا اضافه میشه و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب این از رفرش شدن سایت ما. تایپوگرافی بدنه سایت رو اینجا بهش میگیم که از فونت ایران سنس استفاده کن، سایز 16 پیکسل. اینجا میتونید فاصله خطوط یا حروف رو تغییرش بدید، رنگ فونت رو عوضش کنید. میتونیم رنگ لینک و رنگ هاورش هم باز اینجا عوض کنیم. مثلا میگیم که هاور اگه شد رنگ آبی باشه، رنگ لینکش هم بشه فیروزه‌ای. اینجا باز تغییرات رو ذخیره میکنیم. من اینم بردارم اینجا. میایم توی قسمت عنوان ها و به همین شکل ما این کار رو انجام میدیم. مثلا میگیم برای H1 از ایران سنس بولد میخوایم استفاده کنیم، سایز مثلا
40 پیکسل و اینجا هم باز همین تنظیمات رو داریم الی آخر. من تمام اینا رو ایرانسنس بولد میزنم و با هم دیگه میریم بررسی کنیم که ببینیم نمونه‌ای که گذاشتیم به چه شکلی در میاد. خب من الان برگشتم، این برگه هستش که ما قبلا طراحیشو انجام دادیم. یه F5 یا رفرش میزنیم که برگه‌مون دوباره رفرش بشه و تغییراتش رو ببینیم اینجا. خب همینطور که میبینید هدینگامون رو ایرانسنس بولد ما گذاشتیم و متنمون رو هم ایرانسنس عادی گذاشتیم. به همین شکل ما میتونیم فونت‌های سایتمون رو خیلی راحت تغییرش بدیم. الان منوهایی که شما میبینید تغییر نکرده، اینو شما باید برید توی قسمت تنظیمات منوها، اینجا منو اصلی و تایپوگرافی اینجا عوض کنید. خیلی راحت. اینجا باز ما اینو ایرانسنس که بزنیم، ذخیره تغییرات رو بزنیم، باید منوهامون هم عوض شده باشه. به همین شکل میتونیم فونت سفارشی توی سایتمون نصب کنیم و به هر حال از فونت‌های خوب و فونتایی که چشم نواز باشه برای مشتری و کاربر توی سایتمون استفاده کنیم. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه، بتونه گره‌ای از کارتون باز کنه.